سلام و درود دوستان. دانیال خادمزاده هستم، ملقب به مستر بات. به جلسه سوم از سری آموزش‌های امنیت شبکه خوش اومدین. در این جلسه با هم دیگه می‌خوایم سیستم عامل OWASP رو نصب بکنیم که دقیقاً به مانند سیستم عامل متا اسپلویتبل 2 هستش که جلسه پیش با هم دیگه لینکش کردیم. بهتر نگیم نصب کردیم، لینکش کردیم، چون خودش نصب شده بود. چون خودش به عنوان یک ماشین مجازی VMDK بود دیگه. OWASP هم دقیقاً به همین به صورت فرمت VMDK هستش و من یه دونه نوتپد باز بکنم که بنویسم تا شما کامل متوجه بشین. اوپن فایل. خب نگاه کنید، الان من اینو میام زوم میکنم. ما جلسه پیش سیستم عامل متا اسپلویتبل رو نصب کردیم که عرضه کنندش سیستم عامل لینوکس بود و فرمت فایلش هم VMDK بود. درسته؟ کیو ننوشتم. خب الان میخوایم متا اسپلویتبل رو درست نوشتم؟ آره. الان میخوایم OWASP رو نصب بکنیم، Broken Web Application. خب این توسط چه شرکتی ارائه شده، عرضه شده؟ یعنی همون لینوکس خودمون. خب که این هم VMDK هستش. یعنی چی؟ یعنی اینم ماشین مجازی، یعنی اینم نصب شده هستش. این OWASP هم نصب شده هستش. ما نیاز نداریم نصبش بکنیم، ما فقط باید لینکش بکنیم به ماشین مجازی ویرچوال باکس خودمون. خب این یه نکته. نکته بعدی، یادتون میاد جلسه پیش من گفته بودم که ویرچوال باکس باگ میخوره و ویدیو آی رو وقتی که شما پاک میکنید فکر میکنه که پاک نکردین. این باگ واقعا هست. خب الان پسوند .vdi رو شما یادتونه دیگه. .vmdk رو نمیگم vmdk نه .vdi که وقتی که شما میاید داخل این اوراکل ویرچوال باکس میخواید بیاید فرم OS تون رو پر بکنید، این VDI ساخته میشه که جلسه پیش داخل متا اسپلویتبل بهتون نشون دادم اون فایل VDI رو که یه لوگوی قرمز رنگی هم هست. VMDK لوگوش آبی رنگه، VDI لوگوش قرمز رنگی، یه مکعب قرمز رنگه. خب این رو اگر شما یک بار توی یه دایرکتوری، فرض بکنید من داخل پوشه ویندوز میام نصبش میکنم، اسمش هم میذارم OWASP Broken Web Application. خب اینجا که بخوام نصبش بکنم به من ارور میده. چرا؟ چون من قبلا یک بار توی این دایرکتوری این OWASP رو نصب کردم. حالا هر چقدر من بیام از اینجا پاکش بکنم هم ارور میخورم. اون VDI حذف میشه اما ویرچوال باکس فکر میکنه که حذف نشده. گرفتید شد؟ پس اگر یک جا نصبش میکنید، پاکش کردید، دفعه بعدی دوباره توی همون جا نمیتونید نصبش بکنید. الان میخوایم یک بار با هم دیگه این اروره رو پیگیری بکنیم که اصلا به چه صورت هستش. یک بار ما عمدن میخوایم بریم به ارور برخورد بکنیم که اگر شما موقعی که خودتون دارین تمرین میکنین به ارور برخورد کردین، بدونید مشکل از کجا هستش. حالا من این نوتپد رو میبندمش. اوکی. الان وارد اوراکل ویرچوال باکس میشیم. الان من به صورت کاملا عادی میخوام برم عملیات نصب رو انجام بدم. تصویر رو هماهنگ کنم براتون که بتونید بهتر ببینید. اینم کوچیکش کنم. خب نگاه کنید، الان من میام نیو رو میزنم. بعد میام چیکار میکنم؟ میام فرم پر کنم دیگه. یعنی اسم فایل، اون فولدری که میخوام بسازم داخل اون دایرکتوری، ویرچوال ماشین نیم، اسم اون ماشینم میخواد چی باشه؟ اسمشو میذارم OWASP که جلسه پیش گذاشته بودیم متا اسپلویتبل. خب Broken Web Application. بعد میام اینجا اون قسمتی که میخوام نصبش کنم، یعنی اون ویدیوی کجا میخواد بیفته، من کجا میخوام اون ویدیوی قرار بگیره، میام توی دی، چون دفعه پیشم اینجا گذاشته بودم، میام توی ویندوز، میام اینجا قرار میدم. نگاه کنید قرار گرفته از قبل. حالا من اینجا، من اول اینو تمام صفحه بکنم که شما یه موقع به مشکل نخورید. من بیام اینجا، من این ویدیوی رو پاکش بکنم، این OWASP Broken Web Application رو پاکش بکنم که شما دچار سوء تفاهم نشید، که این ویدیویی هم پاک بشه همراه باهاش. حالا اینجا ببینید OWASP Broken Web Application پاک شده. خب این تصویر رو من دوباره بزرگ کنم.
چون اگر الان نفهمید دیگه نمیفهمید. کامل گوشتون رو بسپرید به من که بفهمید داستان از چه قرار هستش. حالا من میام اینجا سلکت فولدر رو میزنم. تا اینجا اوکی. ایزو ایمیج رو خالی میذارم دقیقاً به مانند متا اسپلویتبل. OS ادیشن هم خالی میمونه به خاطر بالاییه. این OS ورژن رو میذارم روی لینوکس. بعد این اوراکل لینوکس رو تغییر میدم به آدر لینوکس. اینجا که میخوام بیام فینیش بزنم به ارور برخورد میکنم. نگاه کنید این علامت تعجبو. الان بذارید من این صفحه رو بندازم روی این علامت تعجب. البته نمیافته روی این علامت تعجب. من باید صفحه رو کوچیک کنم که شما بتونید ببینید. نگاه کنید این علامت تعجب رو. این یعنی چی؟ کرییتینگ مدیوم چرا گیر کرده؟ الان من اینجا اینو بکشم پایین چرا این روی 100% گیر کرده؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ویدیوهای پاک شده ولی این ویرچوال باکسه فکر میکنه که ما پاکش نکردیم. این همون باگی بود که من جلسه پیش به شما گفته بودم. پس اگر یک جا نصبش کردید بعد پاکش کردید دیگه حق اینو ندارید که داخل همون دایرکتوری، داخل همون پوشه‌ای که تعیین میکنید همون سیستم عامل رو نصب بکنید. حتی المقدور اسمش رو عوض بکنید. اگر مثلا اینجا من یه دونه 2 گذاشتم، خب اگر من اینو اجرا بکنم اجرا میشه. الان من این علامت تعجب بزنم بره، الان فینیشو بزنم به احتمال قوی اجرا میشه و OWASP Broken Web Application 2 برای من ساخته میشه. نگاه کنید ساخته شد. پس مشکل ما VDI هستش. ما باید حتما بعد از اینکه این ایجاد شد داخل کدوم دایرکتوری ذخیره کردید رو یادتون نگه دارید که دفعه بعدی اگر پاکش کردید خواستید دوباره نصبش بکنید همونجا دوباره نصبش نکنید. گرفتید شد؟ داستان از این قراره. تا به اینجا دقیقاً به مانند متا اسپلویتبل 2 پیش رفتیم، اومدیم این سیستم عامل رو هم نصب کردیم. حالا الان باید اون فایل VMDK رو که دانلود کردیم رو بیایم به این چیکار بکنیم؟ به صورت ساتا لینکش بکنیم. نگاه کنید الان من اینو دوباره تمام صفحه بکنم که دوباره یه نوتپد باز بکنم که شما دقیق بفهمید منظور من رو. اسمش هم میذارم مستر باد اسم این نوتپد رو. حالا بازیش میکنم. ببینید الان من یه دونه ماشین مجازی دارم به اسم OWASP Broken Web Application که پسوندش VMDK هستش. خب یه دونه هم ویرچوال باکس دارم. خب ویرچوال باکس. الان من بخوام OWASP Broken Web Application رو .vmdk شم بنویسم که شما کامل متوجه بشید. .vmdk رو لینک بکنم به VirtualBox. اینجا به چی نیاز دارم برای لینک کردنش؟ بذارید من اینجا چرا من چند تا اوراکل باز کردم اینا رو ببندم من. خب ببینید الان من کلا بستمش. الان من بخوام این رو یعنی اون فایل VMDK رو لینک بکنم، اون فایلی که دانلود کردیم. حالا لینک این فایل VMDK لینک دانلودش رو من داخل دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. خب میتونید روی لینک بزنید خود سیستم عامل VMDK OWASP Broken Web Application رو دانلود بکنید. حالا ما برای اینکه این فایل دانلود شده OS یعنی سیستم عامل خودمون رو لینک بکنیم به ویرچوال باکس خودمون به چه تکنولوژی نیاز داریم؟ به تکنولوژی ساتا. همونطور که جلسه پیش گفته بودم ساتا یعنی لینک مستقیم ماشین مجازی به ماشین مجازی. یعنی اینا جفتشون ماشین مجازی هن. یه ماشین مجازی به صورت دیفالته، یه ماشین مجازی برای مدیریت ماشین مجازی. گرفتید شد؟ لینک میکنه ماشین مجازی به ماشین مجازی. جفتشون ماشین مجازی هن. گرفتید شد؟ یه دونه رو نمیشه مدیریت کرد، یه دونه رو میشه مدیریت کرد ولی به صورت خامه باید توش بریزی. گرفتید شد؟ ویرچوال باکس هم من بهتون پیشنهاد دادم داخل جلسه اول به خاطر اینه که ویرچوال باکس رایگانه، نیاز به لایسنس نداره. پس ما به تکنولوژی ساتا نیاز داریم. اگه دقت کرده باشید جلسه پیش به شما گفته بودم سیستم عامل کالی لینوکس، این سیستم عامل ستاپ میشه
این با این دوتا یکسان نیست، با OWASP و متاسپلویتبل یکسان نیست، چون سیستم عامل کالی لینوکس OS کامله که فایل ستاپ داره، یعنی خودش به صورت مجزا ستاپ میشه که با هم دیگه ستاپش هم انجام دادیم داخل جلسه اول. اما این OWASP یا متاسپلویتبل اینا سیستم عامل ماشین مجازی هن. اینا نصب شده هستن، نیاز به نصب ندارن. کالی لینوکس بود که نیاز به نصب داشت. این نکته هم یادتون باشه. خب میریم سراغ ادامه مبحث. من این مثبت.txt رو پاک بکنم و بریم سراغ ادامه مراحل نصبمون. خب نیو رو زدیم، OWASP رو ایجاد کردیم و الان میخوایم بریم روی ستینگ، بریم توی قسمت استوریج. من اینو اندازه صفحه رو دوباره تنظیم کنم شما بهتر ببینین. بریم توی قسمت استوریج. نمیدونم درست زدم یا نه چون این مزاحم بود. خب آره درسته. میریم توی قسمت استوریج پیدا میکنیم، اینجاست. میزنیم. نگاه کنید این ویدیو آی رو. من صفحه رو کوچیک کنم شما ببینید این ویدیو آی رو. ببینم کوچیک‌تر میشه. آره. خب صفحه رو اشتباه من روی دکمه دیگه زدم. بله. خب یه خورده بزرگ بشه که من بتونم جا داشته باشم که موس روش بگیرم. خب اوکی. نگاه کنید این پسوند ویدیوهایی رو. این رو ما اگر پاکشم بکنیم با استفاده از این علامت ضرب در، ما اینو حتی اگه پاکشم بکنیم ویرچوال باکس فکر میکنه ما پاکش نکردیم. حالا شما خودتو بکش بگو من اینو پاکش کردم. این همون باگ است. این هم همون تکنولوژی کنترلر ساتا هست، یعنی لینک مستقیم ماشین مجازی VMDK به ماشین مجازی ویرچوال باکس. خب علامت مثبت رو میزنیم. حالا من دوباره صفحه رو تنظیم بکنم. میایم اینجا گزینه اد رو میزنیم. بعد نگاه کنید من پاکش کردم ولی هنوز اینجاست. میبینید بشه رو. من دوباره میام روی این خوبه. الان میام اینجا تو اون قسمتی که من دانلود کردم سیستم عامل OWASP رو کجا ریختمش؟ اینجا من ریختمش. نگاه کنید OWASP Broken Web Application، اینجا ریختمش. ببینید با این 1 و 2 و 3 و 4 و 5 کاری ندارم، همین یک .vmdk این رو روش میزنم، اوپنش میکنم. بعد از اینکه اوپنش کردم میاد اینجا توی قسمت نات اتچ برای من قرار میده. نگاه کنید اینجا قسمت نات اتچ منه. اینجا من دنبال OWASP VMDK میگردم. اینهاش OWASP Broken Web Apps که من میگم اپلیکیشن Broken Web Apps .vmdk روش کلیک میکنم. بعد از اینکه این چوزو زدم از این قسمت نات اتچ میره توی قسمت attached. خب الان نگاه کنید OWASP Broken Web Application 2.vdi که پاکش کردم که متاسفانه پاک نشد همچنان داخل اتچده. گرفتید شد؟ این همچنان توی اتچه. خب معلومه من به اون باگ برخورد میکنم. خب روی این OWASP VMDK خودم میزنم چوزش میکنم که بره توی اتچ. الان رفت توی اتچ شد برای من. الان صفحه رو دوباره تنظیم کنم. الان اینجا کار تموم شد. اینجا اوکی رو بزنم سیستم عامل من آماده ران گرفتنه، به صورت ساتا لینک شد و آماده ران گرفتنه. نکته بعدی که من باید خدمت شما بگم، ببینید الان من بخوام این سیستم عامل رو ران بکنم موقع خاموش کردنش چی کار کنم؟ چون مثل کالی لینوکس نیستش که به صورت ویژوالیزیشن شما بتونی بری دکمه پاور آف رو بزنی و قطع بشه خاموش بشه. این هم راهکار داره. ببینید این راهکاری که الان برای OWASP Broken Web Application 2 میگم که تو به خاطر چیز گذاشتم اسمش این نیست، تو رو گذاشتم که بتونم نصبش کنم. این راهکاری که الان برای این سیستم عامل میگم برای متاسپلویتبل 2 هم انجام میشه. حالا با هم دیگه انجام میدیم شما به صورت کامل و واضح میبینید. الان اول وارد OWASP میشیم، دکمه استارت رو میزنیم که سیستم عامل OWASP ران بشه. من این صفحه رو دوباره تنظیم بکنم بعد از اینکه ران شد. منتظرم که ران بشه که بعدش تنظیم بکنم صفحه رو براتون. خب ران شد. اینجا اینو ببندم. خب ران شد، فقط اشتباه شد. الان درست شد. خب الان سیستم عامل OWASP برای من ران شد. من الان میخوام خب فقط یک چیزی، من لاگین پسورد
سیستم عامل اوبسپ رو خاطر ندارم. اینو من برم داخل کانال آموزشی یه نگاه بندازم، یادم رفت اینو نگاه بکنم، چون الان قراره لاگین پسورد رو فکر کنم از من بخواد، اونجایی که من اشتباه نکنم. CS Lab خب الان آره اوبسپ لاگین میخواد و من باید لاگین پسورد رو بزنم که بتونم وارد سیستم عامل بشم. من اینو باز بکنم. فایل داخل تلگرام، من داخل فایل تلگرامی آموزشی گذاشتم جیمیل پسورد رو، میگم جیمیل پسورد، لاگین و پسورد رو. آره بعد یوزرنیم رو بنویسیم روت، من روش کلیک نکرده بودم. یوزرنیم رو باید بنویسیم روت، پسورد رو باید بنویسیم OWASP BWA، همون OWASP رو می نویسیم BWA، یعنی OWASP Broken Web Application. اینتر میزنیم که بره تو. اگر براتون جای سواله که من پسورد رو نوشتم چرا ننوشت، نوشته نشون نمیده، فقط من یه بار دیگه هم اینجا می نویسم OWASP BWA. گرفتید شد؟ به این صورت. حالا اینجا من ls میگیرم که دایرکتوریمون به نشون میده. دایرکتوری ندارم من داخل این سیستم عامل. خب الان من یه دونه تاچ بکنم، مثلا بنویسم file.cpp، یه فایل C++ بسازم ببینم میسازه. حالا ls بگیرم اینم میاره. بله file.cpp رو میاره. الان مثلا بنویسم نانو file.cpp ببینم برای من این نانو باز میکنه که بنویسم. آره نانو هم باز میکنه. یه دونه مثلا یه دونه کد C++ بنویسم ببینم کار میکنه اصلا. IOStream. ببینید من الان داخل سیستم عامل OWASP دارم زبان C++ مینویسم. using name space std. حالا میام اینجا یه int main باز میکنم. ببخشید این چون نانوه یه خورده اذیت میکنه، بعد پرانتزش هم ببندم چون VS کد نیستش که راحت باشه. حالا اینجا می نویسم cout بکن hello friend، علامت تعجب، یه دونم این که به صورت رشته در بیاد، بعد ndl بکن برو خط بعدی، بعد اینجا می نویسم return بکن صفر رو. صفر ریترن نشد چون دکمش خاموش بود. خب این گیر کرد. گیر نکرده، یه چیز دیگه داره برای من می نویسه. من الان اینجا اینو بخوام لغوش بکنم، کنترل X بکنم اینه new buffer get help. کنترل C. اوکی. خب یه چند لحظه من ناملاک صفحه کیبوردم خاموش بود، دستم خورد روی صفر، یعنی صفر رو میخواستم بزنم چون ناملاک من خاموش بود گزینه برای من آورد بالا و نتونستم تایپ بکنم. خب الان این مثلا کد C++ منه. خب میخوام سیوش بکنم، میام اینجا کنترل S کنترل وای فکر کنم سیو کردم بود. حالا میخوام اگزیت کنم بیام بیرون ببینم میشه. آره یس وای رو میزنم بیاد بیرون. اومده بیرون. الان اینجا من یه دونه ls بگیرم، فایل .cpp برای من هستش. خب الان من بیام بنویسم مثلا clang، میخوام ببینم کامپایلر روش داره clang ++ file.cpp. نه کامپایلر روش نصب نیست. من کد رو نوشتم که همینو تست کنم ببینم مثلا کامپایلر داره رو خودش یا نه. من خودم برام جالب بود، شرمنده توی ویدیو این قضیه رو تست گرفتم. خب ببینید سیستم عامل ران شد، لاگین پسورد رو زدیم، رفتیم توی یه دونه کد C++ هم نوشتیم که الان مشاهده کردید. یوزرنیم پسوردم روت، یوزرنیم میشه روت، پسوردم میشه OWASP BWA.
حالا نکته‌ای که اینجا من در انتها میخوام به شما بگم برای خارج شدن از سیستم عامل، شما نگاه کنید. من الان شما داخل ویدیو نشانگر موس منو دارید میبینید که چپ و راست میشه، ولی من خودم این نشانگر موس رو نمیبینم متاسفانه. پس من قاعدتا به صورت ویژوالیزیشن از این سیستم عامل نمیتونم بیام بیرون. میام از دستور سودو الان این قابلیت زوم شدن نداره، نه تصویرم نمیتونم براتون کوچیک کنم. حالا فکر کنم میبینید، مینویسم سودو پاور آف. اینو من اینتر بزنم سیستم عامل قطع میشه. گرفتید شد؟ توی متا اسپلویتبل هم دقیقاً همین کار رو باید انجام بدیم. گرفتید شد؟ دقیقاً به همین صورت هستش. خب من اینو دوباره تمام صفحش بکنم و میبینید که سیستم عامل بسته شد و الان وارد متا اسپلویتبل 2 میشیم که همین سودو پاور آف رو روی اینم اجرا بکنیم که به شما نشون بدم که روی این سیستم عامل هم جواب میده. اینم انجام بدیم و جلسه امروز رو به پایان برسونیم. خدا رو شکر تونستم این جلسه هم برای شما ضبط بکنم. فقط یه نکته من اساسی بهتون بگم خارج از کلاس هستش. ببینید دقت کرده باشید، من داخل ویدیوام مثلا یه سری حرکتای فعل بداهه میزنم یا مثلا یه سری سوتیا میدم. بچه‌ها نگاه کنید، مشکلات، ایرادها همیشه توی زندگی هست. هیچ چیزی به صورت پرفکت و کامل نیست. شما اگر اقدام نکنید، شما اگر حرکت نکنید، هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. اگر من دارم تدریس میکنم، اگر جایی من دارم اشتباه میگم، اگر جایی دارم توپق میزنم، این دلیل نمیشه که من بخوام دیگه کلا تدریس رو بذارم کنار. این دلیل نمیشه که کلا من ویدیو رو بذارم کنار. شما در رابطه با خودتون اگر میبینید یه قسمت رو نمیفهمید یا مثلا خیلی براتون سخته، دلیل نمیشه بخواین از این مسیر بیاین بیرون. اگر شما داخل حوزه برنامه نویسی یک چیزی رو متوجه نمیشید، این یعنی اینکه شما دارید یاد میگیرید، یعنی اینکه شما پیگیر این داستان میشید، میفهمید. مسیر پرپیچ و خمیه و نیازمند این هستش که شما حتما توی این مسیر اشتباه بکنید. انقدر فکر نکنید که شما پرفکت هستید. خب الان من فکر کنم بستم. چند لحظه من ببینم بندیکم رو بستم. من نه، بندیکم بازه، فقط من نمیدونم چرا این یه دفعه‌ای بسته شد، چرا یه دفعه‌ای رفت. خواستم صفحه رو تنظیم کنم، دنبالش بودم. خب نگاه کنید الان من این صفحه رو بندازم دوباره روی این. البته خدا کنه ویدیو قطع نشده باشه. msf admin یوزرنیم، حالا پسوردم همون msf admin. وارد میشم. الان نگاه کنید وارد شدم، میخوام خاموشش کنم. دوباره می نویسم sudo power off، دوباره اینتر میزنم و پاور آف میشه. الان این از من پسورد میخواد، مثل اوبسپ نبود که اینتر زدم درجا خاموش بشه. خب میگم اوکی msf، پاکش کنم دوباره بنویسم msf admin. الان پاور آف میشه. یه ذره صبر میکنیم که عملیات پاور آفش انجام بشه. گفتم اینجا کاراشو جلوتون انجام بدم که اگر خودتون به تنهایی انجام دادید به مشکل خوردید بدونید مشکل از کجا هستش. من گفتم بذارید هر کاری که لازم بود اینجا انجام بدم جلوی چش خودتون که سوالی باقی نمونه و امیدوارم که واقعا از این جلسه استفاده رو برده باشید. تا جلسه سوم که امروز بود، ببخشید، تا جلسه 4 شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بتونم هرچه سریعتر جلسات این دوره زیبای امنیت سایبری رو براتون ضبط بکنم و به اتمام برسونم. عشق منید، موفق باشید، در ارتباط خواهیم بود. خدا نگهدار.